دهه چهارباغ ناحیه وسه را سیل زد. زیاده از 60 منزل آسیب دید. منزل هایی که از تاثیر سیل ضرر دیدن معین کرد، شمارش رو معین کرد که به 61 عدد رسید. از این 61 عدد یک منزل زیست پورا، 3 منزل زیست قسمان، 19 منزل زیست انشاءات های یاری رسان و باقی مانده در قطعه های نزد حولگی لای و سنگ یعنی تاثیرش رسان. این در حالی است که 2 ماه به این سود در اینجا ساحل بندی دوام داشت. مقامات میگن باران زیاد سبب آبخیزی گشت. روز 18 طبق پیشگویی بود هواشناسی در بلندکوه‌های بلجوان، خوالینگ و مومن‌آباد بارانی از معیار زیاد بارید و سیل‌های از معیار زیاد هم به ناحیه وسه با چی دریای اقصی و چی به دریای سرخاب شسته گذشت که شستشوی صداهای محافظتی هم در دریای اقصی و هم در دریای سرخاب دیده شد. حالا دیده می شود مقامات رخنه را بسته ساحل را مستحکم میکنند. مقامات میگن ساکنانی که از سیل ضرر دیده اند در مکانهای خطرزا خانه ساخته اند. بیشترشان هم در پشت دوربین نیز اقرار شدند که آنها هیچ سندی در دست ندارند. میدونه حجت نداره، просто میوید درآمد خیلی ضرر دیده چکوپن نمیپسه. از حدود ناحیه وسه 2 دریای بزرگ یخسو و سرخاب میگذرند. هر سال مقامات با صدها هزار سامانی ساحلی آن را مستحکم میکنند، اما سال هاست نتوانستند پیش راه بنیاد منزل را در محلهای خطرناک بگیرند. حالا تنها شکر آن میکنند که تلفات جانی رخ نداده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه وسه.